سلام بچه‌ها، به بازی بخندی خیس میشی خوش اومدید. بریم سراغ قوانین و مقررات بازی. تو این بازی یه پسر و یه دختر به صورت رندوم مقابل همدیگه قرار میگیرن و بالا سر هر کدوم یه بادکنک پر از آبه. شروع بازی هم اینجوریه که من قراره 3 الی 5 تا جوک بهشون بگم و در حین جوکام هر کی زودتر بخنده بادکنکش میترکه و خیس میشه. بعد از تمام شدن جوکام اگه هیچ بادکنکی نترکید میریم سراغ دوئل خودشون که بیشتر تو بازی باهاش آشنا میشید. برو بریم. خب بچه اول اینکه امیدوارم از دیدن برنامه لذت ببرید. دوئل اول بین علی و یلدا. من جوکار نگفته خندم داره میگیرم. اول اینکه من قراره 3 تا جوک بگم، بعد یه بچه خودشون نوبتی دوئل میکنن با هم دیگه. بریم سراغ جوک اول. میدونستید وقتی شادمهر عقیلی زیپ شلوارشو بکشه پایین چی میشه؟ سالار عقیلی یهو میاد بیرون. خب مگسه به دکتر تغذیه میگه چیکار کنم لاغر بشم؟ دکتر میگه گوه اضافی نخور. جعفر میره جبهه، بعد از 2 روز برمیگرده، میگن چی شد انقدر زود برگشتی؟ میگه بابا اونجا به قصد کش دارن تفنگ بازی میکنن. بچه‌ها خوشبختانه یا متاسفانه از جوکای من جون سالم به در بردن. بریم سراغ دوئل خودشون. اصلا نمیدونی داشتم اینجوری تلاش میکردم جون سالم به در بیارم انقدر جوکو با من. کی اول میخواد جوکو بگه؟ من بگم؟ باش. مطمئنی؟ نخند دیگه. سعی کن کنترل کنی خودتو. این کنترل کردنته؟ میدونی کچاپا وقتی به هم دیگه خیانت میکنن چیکار میکنن؟ میرن به یکی دیگه سس میدن. مردم دست میزنه به بتون میگه نتون. خب بریم سراغ علی. یه روی کوره بلند میشه میره تو آشپزخونه، دست میزنه به رنده میگه این چرا نوشته. زمینی شوهرش میمیره، میدونی چی میشه؟ بنده میره کی میشه؟ متاسفم بچه. بریم سراغ علی. یه روز یه کوره و کره تو خیابون میخورم به هم دیگه، بعد کره میفته زمین، کوره دستشو میگیره بلندش بکنه، کره داغ بوده کوره آب میشه. کوره آب بوده کره داغ میشه. یا چی؟ یا اینکه شاید هم کوره داغ بوده کره آب میشه. متاسفم. میبینی؟ بریم سراغ یلدا. اون اینکه بخندی خیلی میره عروسی، میدونی چی میشه؟ برف شادی میزنن سرمون. صلوات. میدونی چرا دوست دخترم بام کات کرد؟ به خاطر اینکه من صاف و صادق بودم ولی اون فرو کاظم دوست داشت. خره از کنار اسب رد میشه، میگه کاش ادامه تحصیل میدم. تو خودت قصد ادامه تحصیل نداری؟ میدونی چرا روز تیغیا وقتی باد میاد نمیگن موام خراب شد؟ میگن خارم شد. خیلی نکات ظریفی داشت. خب بچه ها رسیدیم سراغ دوئل دوم بین کامی و ریحانه. خب بچه ها میدونستید اگه وقت طلاق به وکیلت اختیار تام بدی چی میشه؟ چی میشه؟ جری ناراحت میشه. جالب. میدونی به کسی که خواهرش رزمی کارشی میگن؟ خوارزمی. یه یاروی ماشینش تو برف گیر میکنه، زنجیرش سینه میزنه. جالب بود.
ترکه سفره دلش رو واسه دوستش باز میکنه، توش پر از نون بربری میده. باحاله. مهندس نان خوش کرد. بریم سراغ دوئل خودتون. اول کی شروع میکنه؟ شروع کن. میگن خانه‌ها مقدم تن شده. اوکی. میدونی کرم تو بیافته باید تو بگیری. بانکارانی بهش چی میگن؟ چی میگن؟ میگه پشمام چقدر ترافیکه. یه خانومی 8 تا بچه داشت. 7 تاشون سفید بود. بعد شبیه هم بودن. 8می سبزه بود و کمی متفاوت. از روز تولد 8می شوهرش شک میکنه به زنه. بعد برای اینکه بنیاد خانوادهشون از هم نپاشه چیزی نمیگه. یه روز که خانم در حال مرگ بوده به شوهرش میگه که میخوام یه اعترافی کنم. شوهره میگه خب میدونم اون بچه سبزه رو میگی. میگه نه اون 7 تا رو میگم، اون سفیدا رو میگم. وای دادا رفت تو قلب. میدونی وقتی برنامه نویسان مست میکنن چی میگن؟ میگن سلامتی کدام و کدت. شما ادیتورا چی میگی؟ از مادر بزرگم پرسیدم زمان قدیم برق و اینترنت نبود شما چیکار میکردید؟ مادر بزرگم میگه مگه نمیبینی 22 تا عمو داری 19 تا عمه داری؟ نمیخنده این. ترکیه یه دونه دوقلو میبینه میزنه زیر خنده. میگن چرا میخندی؟ میگه تابلو فتوشاپه. خندید. بله بچه‌ها. باشه بپر من سوختش. باشه بپر. ادیتور. یه آهنگ بذار پیر کنار دار. بچه‌ها رسیدیم سراغ دوئل سام و غزل. سمیه جان. خب اول من شروع میکنم جوک بگم. من به جوکای بیمزه خیلی بیشتر میخوام. شما اینجوری؟ من نه. خب بفهم. بریم سراغ جوک اول. یه روز کاغذ میخوره تو سر لوره درجه میمیره. کاغذه رو برمیدارن نگاه میکنن میبینن توش نوشته 2 تا آجر. می‌دونید چرا خط کشی هیچ وقت دروغ نمیگه؟ چرا؟ چون همیشه صافم. ترکه میره خواستگاری دختره میبینه ازش خوشش نمیاد میگه ما میریم یه دوری بزنیم. خیلی بعد جوکات. یه همسایه داریم تاسه از پله افتاد شیشون. پاره میشه. ترکه به تهرانیه میگه ترمز ماشین چیه؟ تهرانیه میگه ABS. بعد میگه ترمز ماشین تو چیه؟ ترکه میگه ABS. نمیدی؟ ما گفتی برنامه طنزه. برداشتی آنابل آوردی جلو. ژانر وحشت مگه ماش. جسارت نمی‌کنم. چرا درخت‌ها برای هم جوک تعریف نمی‌کنن؟ چرا؟ چون از درخت‌های بونمک چوبشور درست می‌کنن. اینو منم می‌خواستم بگم. هیچ. واسه شما قطعا می‌خندین. من اصلا یکی باشم. سراغ جوکای خودتون. من موافقم. شما بفهم لیدیز فرستش کن. میدونی خرسا وقتی میخوان چت کنن چی میکشن؟ چی می‌کشن؟ پول. چون پول علف خرسه. خب. بگی دیگه. نوبت تو. آره یکی. بدونی اگه 2 تا گل با هم دعواشون بشه به هم چه فوشی میدن؟ فوش خار. منطقیه. میدونی چرا تو جعبه میوه روزنامه میذارن؟ چرا؟ چون حوصله‌شون سر نره. این ابروهاتون هم واسه برنامه که ما بخندیم این کارو کردین یا نه چرا خارجی‌ها فقط تولد مسیح و جشن میگیرن؟ آخه آرش پیش گناهی داره. میدونی چرا درخت جوک نمیگن؟ چرا؟ چون از درختای بانمک چوب شور میسازه. خب اینو من الان گفتم دیگه. وای خدا دژاوو اینو یه جای دیده بود. وای خدا. خنده دیگه. نه این خنده دیگه نبود. کامپوزیت خانوم هست. ولی شما واقعا قیافتون خوراک این پیج است تو اینستا که نقاشی میکشن صدا گوز میذارن. بگم من یه جوک. میدونی آدمایی که چاقن وقتی خلاف میکنن کجا میبرنشون؟ پلیس فتحا. هشمو. خودم جوک میگم. قدیمی ترین حیوان چیه؟
گورخر چون سپیدسیه. قیافش داره منفجر میشه. به قزوینیه میگن چه آهنگی دوست داری؟ میگه اون آهنگ موین که میگه پشتت رو کردی بر من بگو مگو نداره. خنده‌دارترش اینه که نمیتونی جوکر رو این خیلی خوبه. وایسید این خیلی خوبه. اسوانیه داشته میزنی تو سر صورت خودش، بهش میگن چی شده مگه؟ میگه سرم شوره داره. میگه اشکالش چیه؟ خب میگه من تا الان داشتم تو غذام نمک میریختم. پات پات میکنی شبیه اون ماهیا میشی. اسمشون چی بود؟ میترسن توف میکنه. تو رو خدا یه دونه باشه. یه دونه من بگم. فقط نخم بعدش. تو رو خدا دارم اذیت میشم. یه روز خب یه مرد گوش کن، به چشام نگاه کن. یه روز یه مرده تو منو نگاه کن. آقا نگاه نمی کنه. نخندت میگم. خب باید بخندم. جدی باش. نمیتونم. جدی باش. نگاه کن. نگاه نمی کنم نمیگم. ببین بگو. یه روز یه مرده خب آیسا توته داره میکنه یه رو سر جفتشون بتره کن. آقا یک مردم بشتتون آقا رو به من نکنه کن دیگه. یه روز یه مرده میخوره به مرده برمیگرده ببینه شده. بچه‌ها چون نمیخندیدم واقعا مجبور بودیم. من ازتون موز میخوام. یه ترابایت دیگه باید تموم میشد. خب بچه رسیم سراغ راند دوم. تو این راند یکم قرار سخت‌تر بشه. بله. از این به بعد همدیگه رو کاملا نگاه کنید، یعنی نگاهتون نباید دور بشه. اگه دور بشه به منظره همون خنده دیده میشه. این از این و اینکه خودتون هم جوک گفتنی نباید بخندید. اگه بخندید بازم خیسی. به سام که اینجاست اسم دخترش رو میذاره میم. ازش میپرسن آخه این دیگه چجوری اسمی؟ میگه میخوام کسی نپره روش. لوره سر گوزیدن میمیره. رو قبلش نوشتن بادی وزید و گلی پرپر شد. صداش این بود. گفتم خیلی خوشحال کننده بود. باید خوشحال شی. ترکه خواب میبینه بزرگترین بربری جهان خورده. صبح پا میشه میبینه پتوش نیست. بله. تو دزدیدی؟ پتو رو میخورن آخه بنگی؟ ها؟ والا پتو رو میخورن؟ مسی سیگار رو خوشحال بشن چی میشه؟ توتونشون عروسی میشه. به بادکنکم. معلم به شاگردش میگه آردو بخش کن. دانش آموزا به صدای بلند میگه آب یا خودش یا میگه. معلم میگه این دیگه چه صدایی بود؟ میگه فشار زیاد بود کنی پارش. نفهمیدم. خودتم بعدم میفهمی. اینا آویزه گوشت کن. به درد کسی خوردی، به دردت نخورد، به دردش بخوری، به درد نخوری. گفتی شد؟ دهنت بازی دهن بخونال کنی؟ گفتم بخون، نگفتم ها ها در بیار. می‌دونی تو پودر نارگیل چیه؟ نارگیل. تو پودر نشاسته چیه؟ نشاسته. آفرین. تو پودر بچه چیه؟ چیه؟ خب هیچی دیگه بچه نیستش. من بچه میخواستم ازت. عباد کنکم. نمیخندی؟ اسفانیه داشته خرج مراسم تشییع جنازه باباشو حساب میکرده. وسطش میبینه خیلی زیاد داره طول میکشه. خودشو میکشه. آقا لوره سوار هواپیما میشه. به بغل دستیش میگه آقا شما چیکاره؟ یارو میگه متخصص پوست. لوره بهش میگه ما چند تا پوست بز تو خونمون داریم، چند میخریم؟ تالار این رهبر ارکسترا رو دیدی؟ بله. پشتشون رو برمی میکنن. تا هم بعضی موقع پشتتو به ما کن بذار ما لذت ببریم. تو از من لذت ببری. اینو نباید میگفتم. وقتی فسنجون رو صدا میزنی چی بهت میگه؟ نه چی میگه جون فیس. بچه رسیم سراغ دوبل علی و غزل.
جهت خنده شماست و هیچ جنبه خاص دیگه نداره. خب همدیگه رو نگاه کنید. میدونید لاتاری چیه؟ پوزیشن عنکبوت‌ها. بریم بعدی. میدونی اگه کسی قلبش وایسه باید چی کار کنه؟ باید صندلی بزنه. صندلی بزنیم؟ صندلی بزن. بذار بشینه روش. خوبه. نشستن روش کلا کار خوبیه. توی هند وقتی مافیا بازی میکنن به جای گاد یکی گاو میشه. خیلی خوب. شما تایید میکنی؟ خوب بودنشو؟ همه چی شد. جوکای خوبی میگه. بچه خوبی هم هست. خوب بچه هم. آره. خیلی. خب بریم بعدی. میدونی اگه یه تاها بشینه چی میشه؟ تاها بشینه؟ تنشین میشه. بنده خدا. آجی صندلیم کجه. میدونی سس مایونز اگه مایو نپوشه چی میشه؟ چی میشه؟ سسش معلوم میشه. وای 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 وای. به عربه میگن چرا هر چیزی رو باید 2 بار بهتون گفت و بفهمید؟ عربه میگه ببخشید چی گفتیم؟ عربه کل خیلی نه خیلی خوبه. نه اینجوری نمیشه. امتحان نکردم. تجربه داشتی؟ نه چیزش ابعادش به شما نمون. تو تجربه داشتی؟ من شنیدم نخوردیم نون گندم ولی کردیم تو باسن. عربی؟ میتونیم پشتمون بخوره بهشون. میدونی وقتی لوازم تحریرا بیماری روحی پیدا میکنن کجا میرن؟ میرم پیش روان نویس. خیلی بنده خدا. بگو. چی بگم؟ جوک. واسه تو جاساز در بیارم. یه روز یه یارو خونه‌شو میذاره اجاره. بعد یکی میاد خونه‌شو ببینه، میرن داخل خونه، در اتاق اول رو وا میکنه، میبینه ای پسرش با یکی. بعد میگه که ببخشید پسرم اونم خانومش هستن. میره اتاق دوم وا میکنه، دخترشه، میگه دخترمه اونم شوهرشه، چند سال ازدواج کرده. اتاق سوم وا میکنه، نه ای زنشه، میگه اون زنمه اونم منم دیگه. بنده خدا. میدونی چرا پنگوئنا سواد ندارن؟ چون قطب جنوب برف میاد همش تعطیله. میدونی چرا ماهیا دوست ندارن والیبال بازی کنن؟ چرا؟ چون از تور بعدشون میاد. آخه عزیزم. میدونی وقتی ما یه ظرفشویی حوصلش سر میره چیکار میکنه؟ کفارتی میگیره. یه روز یه ترکه با یه دختره میره جنگل، دختره میگه بیا کارهای بد بکنیم. ترکه میگه آره بیا جنگل آتیش بزنیم. میدونی سیب زمینی هم میخوان از هم دیگه حلالیت بطلبن چی میگن؟ میگن داداش ما رو خلال کن. یارو از کونش کپی میگیره، میگن واسه چی؟ میگه فردا میرم قزوین، میترسم اصلش رو پاره کنم. اصلا متوجه شد چی گفتم؟ الان میتونم بخندم؟ اصلا تو فهمیدی چی گفتم؟ من درگیر چشاش بودم، چشاش منو نگه داشت. آخه اونجا که برگشتی گفتی اصلا فهمیدی چی گفتم؟ آخه عزیزم فداکاری کردم. بازم تو نه. خب رسیدیم سراغ سام و ریحانه. شما هم مثل اون خانومه که نمیخنده خدا رو شکر. یه دونه بخند. دیدی کردیم. چرا خنده های حالیه؟ نه داشتم. آقا من 2 تا جوک دادم، 2 تا میگم، بقیه‌اش چه موقع خودتون. واقعا جوکام دیگه تمام. ته کشیدم حالا. ته کشید واقعا. خب اول اینکه همدیگه نگاه کنیم باشن. سرخپوستا قبل حمله به قزوین میگفتن آکومبا، بومبا یا کومبا. بعد اینکه از حمله برمیگشتن نگاش کن. میگفتن نکن بابا، نکن بابا، نکن بابا. وای من با اینجوری خاطره. خب دومی رو میگم. لوره به رفیقش میگه من یه تمساح پیدا کردم چیکارش کنم؟ میگه ببرش باغ وحش. فردا رفیقش نه فهمم. آها فردا برمیگه. نگاش کن. فردا رفیقش میگه بردیش باغ وحش، بعد
میگه آره تازه امشب میخوام ببرم این سینما. خب جوکای من تمام شد، بریم سراغ جوکای شما. ضبطمون. خب شما بفرمایید. سام نگاش کن. این باکونبا رو من قبلا بچه‌ها انقدر تعریف می‌کردیم جوکر بازی می‌کردیم. میدونی تخم کدو رو نگاش بخوری کن، چی نگاه. میشه؟ چیو؟ تخم کدو رو چی میشه؟ حداقل جوک کامل میگفتی میدونستی چی میشه. باشو بچه من میدونی که آیم جزء موردی میخوام بگم میدونی چرا فوت فتیشا زود ازدواج میکنن؟ نه چون به پای هم دیگه پیرشن. بابا دهن نکن دیگه رفتی. آقا یه لحظه خدا نگهدار. آقا هر 2 سری تقریبا من بردم ولی رو من آب ریختی. خب قول میدم که به زودی رو تاب بریزم. بریم آقا یه دونه اصلا قومیت نمیگم بریم. نمیخندی. بتل ماست دیگه جون. خب بریم. آخه دیگه نمیخندید دیگه بچه ساکت. نمیخندید. بریم یه دونه من بگم. بچه ساکت. خب بریم. بپر روش رو سام. نه سام کی بود؟ بپر روی تازه دروب. خب بریم سراغ جا که بریم بعد هم دیگه این خندید. نه دیگه لبخندم ها دیگه. نه خیلی دیگه سخت میشه. رام وای علی من روبروش بیفتم خواهی